میبینی؟ مهربونه ها، خیلی هم دوستم داره، ولی تمام موجودات روی زمین از انسان بگیر تا حیوونا، تا وقتی که براشون منافع داشته باشی باهات خوبه. سالها نگرش داشتم، غذا بهش دادم، محبت بهم میکنه، محبت خیلی بهش کردم. دیشب داشتش اونو میزد، چششو زخمی کرده، نگاه کن چششو نگاه کن، خون انداخته، نگاه کنی داشت میزد، من جداش کردم، یعنی پشتشو کشیدم. ببینید پامو چیکار کرد، این پای من، اینم استخونه دست من 2 برابر باد کرده. چرا این کارو کرد؟ چون یه بار بعد از 6 سال من جلوش وایسادم، برخلاف میلش عمل کردم. خواستم بگم که تو این دنیا به این نناس که 4 نفر دور و برتن، رفیقتن، برات میمیرن. تو اینجا دوست و دشمن مشخص نمیشه، هر کسی تا جایی کنارت و همراهت میاد که براش منفعت داشته باشه. به محض اینکه منفعتت قطع بشه و روبروش وایسی، مدلی از رود رد میشه که با خاک یکسان میشه. متاسفانه حیوان و انسان هم نداره، همه همینجوری.